سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه عمیق‌تر بندازیم به موضوع ذهن‌آگاهی و آرامش ذهن. منابع اصلیمون هم بخشایی از کتاب ذهن‌آگاهی و آرامش ذهن، راهنمای جامع هست. میخوایم ببینیم این ذهن‌آگاهی دقیقاً یعنی چی؟ چرا این روزا اینقدر مهمه و پشتوانه علمیش چیه؟ خب، بیایید شروع کنیم. اول از همه، وقتی میگیم ذهن‌آگاهی، واقعاً داریم از چی حرف میزنیم؟ ببینید خیلی ساده بخوام بگم ذهن آگاهی یعنی توجه کردن. توجه آگاهانه به همین لحظه حال. مهمتر این که این توجه بدون قضاوت باشه. یعنی به جای اینکه ذهنتون درگیر گذشته یا نگران آینده باشه، کاملا حواستون رو میدید به چیزی که همین الان داره اتفاق میفته. مثلا چی؟ مثلا حس نفس کشیدنتون یا صداهایی که اطرافتون هست. حتی حس لامسه، مثلا گرمای فنجون چای تو دستتون. این تمرکز روی الان کمک میکنه که از اون چرخه فکرای تکراری و گاهی استرس‌زا بیرون بیایم. جالبه. خب ریشه هاش که خیلی قدیمیه تو سنت های شرقی و اینها. بله، دقیقاً. ریشه های عمیقی داره. اما اونی که این مفهوم رو خیلی علمی وارد دنیای غرب کرد جان کابات-زین بود، درسته؟ با اون برنامه MBSR. دقیقاً. جان کابات-زین و برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی یا MBSR اون بود که خیلی روش کار کرد و پایه‌گذاری کرد که چطور میشه از این روش برای کاهش استرس استفاده کرد. کابات-زین خیلی تاکید داره که هسته اصلی ذهن‌آگاهی پذیرش لحظه حال، هر جوری که هست، بدون اینکه بخوایم قضاوتش کنیم یا تغییرش بدیم. و همین پذیرشه که آرامش میاره در واقع. بله، آرامش واقعی از همینجا میاد. حالا چرا اینقدر مهمه الان؟ آره، چرا اینقدر روش تاکید میشه تو دنیای امروز؟ خب، یه تحقیق خیلی معروفی از تو دانشگاه هاروارد که نشون داده ذهن ما، یعنی ذهن من و شما، نزدیک به نصف زمانی که بیداریم، یعنی حدود 47% مواقع، داره پرسه میزنه. واقعاً؟ یعنی حواسمون نیست داریم چیکار میکنیم؟ دقیقاً. داریم یه کاری میکنیم ولی فکرمون یه جای دیگه است. و نکته مهمش اینه که همین سرگردانی ذهنی مستقیماً با کاهش احساس شادی و رضایت ما مرتبطه. پس ذهن‌آگاهی مثل یه جور لنگر عمل میکنه، توجه رو برمیگردونه به الان. کاملاً، دقیقاً مثل یه لنگر که جلوی این سرگردانی رو میگیره و ما رو به لحظه حال متصل میکنه. و فکر میکنم تو این دنیای پر از مقایسه، مخصوصا با شبکه‌های اجتماعی و اینها، خیلی به درد میخوره. کمک میکنه کمتر خودمون رو با بقیه مقایسه کنیم. بله، 100%. وقتی حواست به زندگی خودت و لحظه حال خودت باشه، دیگه کمتر درگیر این میشی که بقیه چی دارن و چی کار میکنن. حتی تو روابطمون هم تأثیر داره، مگه نه؟ مثلا موقع شام با خانواده یا دوستام واقعا گوش بدی طرف مقابل چی میگه. آها، این حضور داشتن کامل کیفیت ارتباط رو زمین تا آسمون فرق میده. وقتی طرف مقابل حس کنه شما واقعاً اونجایید و دارید با تمام وجود بهش گوش میدید، خب این خیلی ارزشمنده. خب برسیم به بخش جذاب ماجرا. یعنی علم پشت این قضیه، چون فقط یه حس خوب نیست، علم هم تاییدش میکنه. بله، خوشبختانه تحقیقات زیادی انجام شده. از دید روانشناسی مثلا چی میگه علم؟ خب مطالعات زیادی هست که نشون میده تمرین ذهن‌آگاهی چقدر روی کاهش استرس و اضطراب مؤثره. بعضی مطالعات حتی از کاهش 30% حرف میزنن. 30%؟ این خیلی زیاده. بله، و همینطور به مدیریت بهتر احساسات کمک میکنه. خودآگاهی رو بالا میبره. یعنی بهتر میفهمید درونتون چه خبره. شنیدم برای جلوگیری از بازگشت افسردگی هم استفاده میشه. یه روشی هست به اسم MBCT. درسته. درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی یا MBCT. این روش ترکیب شناخت درمانی و ذهن‌آگاهیه و نشون داده شده که برای جلوگیری از عود افسردگی خیلی موثره. آمار کاهش 44% هم گزارش شده. فوق‌العاده است. حالا از دید علوم اعصاب چطور؟ یعنی تو مغز ما چه اتفاقی میفته؟ اینجاش خیلی جالبه. علوم اعصاب نشون میده که ذهن‌آگاهی فقط یه حس نیست. واقعاً ساختار و عملکرد مغز رو تغییر میده. یعنی چی؟ ساختار مغز عوض میشه؟ بله، مثلا تحقیقات سارا لازار و بقیه نشون داده با تمرین منظم بخشایی از مغز مثل قشر پیشانی که مسئول توجه، تصمیم گیری و خودآگاهیه میتونه ضخیم‌تر بشه.
خب این یعنی چی برای ما؟ یعنی توانایی ما برای تمرکز و گرفتن تصمیم‌های سنجیده بیشتر میشه و همزمان آمیگدال یعنی مرکز واکنش‌های استرسی و ترس تو مغز ممکنه کوچیک‌تر بشه یا فعالیتش کمتر بشه. آها، پس کمتر واکنش‌های آنی و استرسی نشون میدیم. دقیقاً. و یه چیز جالب دیگه، فعالیت اون بخشی از مغز که مسئول پرسه زدن ذهنه یعنی DMN یا شبکه حالت پیش‌فرض کمتر میشه. یعنی ذهنمون کمتر سرگردون میشه. پس هم ساختار عوض میشه، هم عمل کرد. از نظر فیزیولوژی بدن چی؟ تأثیر روی بدن هم داره؟ بله حتما. وقتی ما آرامتر میشیم و تمرکز میکنیم، سیستم عصبی پاراسامپاتیک فعال میشه. این همون سیستم آرامش و گوارش بدنه. یعنی سیستم مخالف جنگ یا گریز. دقیقاً. در نتیجه میبینیم که مثلا ضربان قلب و فشار خون ممکنه بیاد پایین. حتی سطح کورتیزول، هورمون استرس، تو بدن کاهش پیدا میکنه. انگار بدن یه نفس راحت میکشه. پس هم ذهن آروم میشه، هم بدن. بله، جالبه که حتی روی سیستم ایمنی هم تأثیر مثبت گزارش شده. خب از دید رفتاری چطور؟ آیا روی عادتهای ما هم تأثیر داره؟ قطعاً. یکی از کاربردهای مهم ذهن آگاهی همینه. کمک میکنه از اون حالت خلبان خودکار در بیاییم. یعنی آگاه بشیم به کارهایی که از روی عادت انجام میدیم. مثل چی مثلا؟ مثلا خوردن حسی. وقتی استرس داریم ناخودآگاه میریم سراغ یخچال. ذهن آگاهی کمک میکنه این لحظه رو تشخیص بدیم و به جای واکنش خودکار انتخاب کنیم که چه کاری انجام بدیم. آها، پس به همون قدرت انتخاب میده در برابر عادتها. دقیقاً. آگاهی قدرت انتخاب میاره. مطالعات نشون داده رفتارهایی مثل همین خوردن حسی میتونه تا 20% کم بشه. در کل خودکنترلی رو بالا میبره. و خب به روابط هم که اشاره کردیم، تأثیرش روی روابط اجتماعی هم قابل توجهه. بله، همونطور که گفتیم حضور کامل تو رابطه باعث افزایش رضایت میشه. بعضی مطالعات روی زوجها افزایش 30% رضایت رو نشون دادن. و اون بحث مقایسه اجتماعی هم کمتر میشه حتماً. بله، وقتی تمرکز روی دنیای درونی خودت باشه، کمتر درگیر مقایسه های بیرونی میشی و این میتونه حس انزوا رو هم کم کنه. خب با این همه شواهد و فواید، چطور میشه واقعاً شروع کرد؟ چطور اینا رو بیاریم تو زندگی روزمره؟ خیلی‌ها فکر میکنن سخته یا وقتگیره. اتفاقاً خبر خوب اینه که اصلاً لازم نیست کار عجیب و غریبی بکنیم یا ساعتها وقت بذاریم. میشه با قدم‌های خیلی کوچیک شروع کرد. مثلا روزی فقط 5 دقیقه. 5 دقیقه تمرکز روی نفس کشیدن. همین. یا یه اسکن بدن کوتاه قبل از خواب که حواستون رو بیارید به حسای مختلف بدنتون. یا حتی موقع غذا خوردن؟ عالیه. غذا خوردن آگاهانه، یعنی واقعاً به طعم، بو و بافت غذا توجه کنیم به جای اینکه با حواس پرتی غذا بخوریم. نکته کلیدی پس ادغام کردنشه تو کارهای روزمره؟ دقیقاً، کلیدش همینه. لازم نیست حتما یه زمان خاص و جداگونه کنار بذارید، هرچند اونم خوبه. میتونید تو لحظات عادی زندگی تمرینش کنید. تو ترافیک، تو صف انتظار، موقع ظرف شستن، موقع پیاده روی. و مهمتر از همه استمراره، درسته؟ حتی اگه کوتاه باشه. 100%. استمرار خیلی مهمتر از مدت زمان هر تمرینه. همین تمرینای کوچیک ولی مداوم به مرور زمان تأثیرات بزرگ خودشون رو نشون میدن. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، امروز دیدیم که ذهن آگاهی یعنی چی؟ یعنی یه جور توجه آگاهانه و بدون قضاوت به لحظه حال. بله. ریشه هاش قدیمیه، ولی علم جدید از روانشناسی و علوم اعصاب گرفته تا فیزیولوژی و رفتارشناسی فوایدش رو برای سلامت جسم و روان تایید میکنه. و مهمترین پیامی که میخوایم به شما بدیم اینه که ذهن آگاهی یه چیز عجیب و غریب یا عرفانی دور از دسترس نیست. یه مهارته. یه مهارت کاملا عملی. دقیقاً. یه مهارت کاربردی که میشه یاد گرفت و تمرینش کرد. ابزاریه که بهتون کمک میکنه با فشارهای زندگی مدرن بهتر کنار بیایید و کیفیت زندگیتون رو از عملکرد مغزتون تا روابطتون بهتر کنید. و به عنوان فکر نهایی برای شما که دارید گوش میدید، امروز فقط برای چند لحظه سعی کنید به افکارتون نگاه کنید، همینطوری که میان و میرن، بدون اینکه قضاوتشون کنید یا سعی کنید تغییرشون بدید.
مثل نگاه کردن به ابرها تو آسمون. فکر میکنید این نوع نگاه کردن بدون قضاوت چطور میتونه واکنش شما رو به یه استرس کوچیک روزمره، مثلا یه ایمیل ناخوشایند یا یه بحث کوچیک، تغییر بده؟ یکم بهش فکر کنید.